درود به شما دوستان گرامی. اینک تا آغاز بازی‌های هشتگ نهایی لیگ چمپیون‌های آسیا بین دسته‌های استقلال دوشنبه و پرسپولیس ایران همگی 20 روز دیگر باقی ماند. در این برابر دسته استقلال دوشنبه با مرام در کیفیت مملکت هنرنمایی‌اش رو ادامه می‌دهد، اما پرسپولیس باشد حالا در تعطیل است و نوکک مشق‌های خود را در دو بخش شروع کرد. ما در این باره حرف می‌زنیم. تمرین‌های پرسپولیس هم در تالار ورزشی و هم در ورزشگاه ادامه دارند. مشق‌های تربیت جسمانی اصلا در پس آلات و عفونت و جهاز مشق بدن رهنمایی شدند. در این دسته پرسپولیس تغییرات زیادی حالا به چشم می‌رسد. طبع سامانه‌های ایرانی خبر می‌دهند محمد حسین قنعانی زادگان پرسپولیس را ترک کرده به الاهلی قطر گزارش انجام داد. تو از سال 2019 تا این سال در هیئت پرسپولیس 51 وافوری گزارده است. احمد نوراللهی نیز جای خود را در هیئت سرخپوشان خالی گذاشت و به دسته شباب الاهلی امارات پیوست. امروز بازیگری بهترین دسته پرسپولیس شهریار مغانلو که سال گذشته از دسته سانتا کلارا به حیث قرضی آمده بود و 13 وافوری انجام داد و هم 4 گل را به ثمر رسانید و تیم سپاهان گذشت. شرطنامه کلوب سانتا کلارا که مغانلو به آن تابع است با سپاهان بسته شد. خودی مغانلو بعد هنرنمایی خوبش در هیئت پرسپولیس در لیگ چمپیون‌های آسیا با هیئت تیم منتخب ایران قبلا دعوت شده بود. مغانلو همه عکس‌هایی که با پرسپولیس داشت اینستاگرام خود پاک کرد و آن باعث خشم مسئولان پرسپولیس گردید. بعد دسته پرسپولیس امید علی شاه از تیم تراکتور برگشت. این بازیگر سابقاً شرط پرسپولیس را حمایت می‌کرد. علیرضا ابراهیمی از تیم گلگوهر، رضا دهقانی از نساجی، علی نعمتی از پدیده هیئت پرسپولیس را با حضورشان پوره کردند. وحید امیری شرطنامه خود را با پرسپولیس به درازا بود. فرصت و این افتخار نصیبم شد که دوباره به مدت 0 فصل بتونم پیراهن مقدس پرسپولیس رو بپوشم. امیدوارم که بتونم با دعای خیر هوادارامون و کمک همبازیان و کادر فنیمون و مدیریتمون انشالله بتونیم نتایج درخور نام پرسپولیس کسب کنیم. امیدوارم که بتونیم تو این سال جدید اون چیزی که واقعاً به نظر من تو این چند سال حق باشگاه پرسپولیس بوده و بهش نرسیدیم انشالله بتونیم برای هوادارامون به ارمغان بیاریم و انشالله تو این سال جدید بتونیم قهرمانی آسیا رو بهشون تقدیم کنیم. سیدجواد حسینی کاپیتان پرسپولیس میباشد. سال ششم او سهم خود در 5 عنوان قهرمانی پی در پی پرسپولیس داشته است. از شماره بازی‌ها در لیگ برتر ایران رکورددار است. عیسی الکثیر در موسم گذشته لیگ چمپیون‌های آسیا یکی از بهترین‌ها بود. او گل‌های زیادی را به ثمر رسانید و هنگام شادی گل به دروازه دسته پختکار توشکند عملکرد نادری را اجرا نمود و او را 6 ماه کنفدراسیون فوتبال آسیا از فوتبال محروم کرد. میلاد سرلک از بهترین بازیگران پرسپولیس مثل سیدجواد حسینی به حساب می‌رود. سال 2019 او به پرسپولیس از تیم شهر خود را آمد و موقعیت خوبی پیدا نمود. پرسپولیس از روی برنامه مخصوص به وقوع هشتگ نهایی لیگ چمپیون‌های آسیا با استقلال تیاری می‌بیند. سرمربی دسته یحیی گل محمدی نمی‌تواند با پرسپولیس فوتبالبازان خارجی لیگانرها را جلب کند، زیرا این دسته از جمعیت فدراسیون فوتبال ایران و همزمان فیفا برای قرض‌هایش در نزد فوتبالبازان محکوم شده است. دسته پرسپولیس تا این دم 2 وافوری تجربوی دایر خواهد کرد که آن با یک دسته دانشجویان و همچنین با تیم تراکتور صورت خواهد گرفت. در حقیقت تیم پرسپولیس با هیئت خود فوتبالبازان خارجی را جلب کرده نمیتواند، زیرا قرضش در نزد فوتبالبازانی که سابقاً در این دسته بازی کردند خیلی زیاد است. از جمله یک مهاجم نیجریایی این دسته با نام کریستیان از دسته طلب کرده است که $97,000 به او پرداخت نمایند و در این باره فیفا هم پرسپولیس را محکوم کرده است. دوستان گرامی انتظار می‌شویم بعد دسته پرسپولیس با یک خط سیر راست از جمهوری اسلامی ایران
با شهر دوشنبه روز 10 سپتامبر فرود می‌آید و 4 روز امکان دارد که در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تمرین‌های خود را انجام دهد. ما با بازیکنان خیلی ماهر این دسته از نزدیک شناس می‌شویم که قسمی زیادشان در هیئت دسته منتخب ایران بازی می‌کنند. در این راستا ما به شما باز از نردبانی‌های این دسته خبر خواهیم داد.